سه عامل مشترک ثروتمندان خودساخته. یک، ثروتمندان خودساخته مهارت‌های عالی داشتند و آن مهارت‌ها را فروختند و ثروتمند شدند. دو، هیچ کدام از ثروتمندان خودساخته در ابتدا مهارت‌های ثروت اندوزی نداشتند. از کوه‌ها، از دره‌ها، از قریه‌ها آمدند. نکته جالب اینجاست که این ثروتمندان خودساخته حتی سواد کافی هم نداشتند. سه، مهارت‌ها قابل یادگیری هستند. تو بگو ای بیننده این ویدیو، ای جوانی برومند و توانمند و قدرتمند، آیا احساس کمبودی مهارت نمی‌کنید؟ اگر احساس کمبودی مهارت می‌کنید، برخیز یک مهارت عالی کسب کن که با هر چی تلاش کردن و سعی کردن بیشتر به درآمدهای عالی برسید، به دستاوردهای عالی برسید. وقت ندارید. تا کی در انتظار قیامت توان نشست؟ برخیز، دقیقاً تو را میگم برخیز تا هزاران قیامت برپا کن.